سلام رفقا، چطورید؟ من اسام تیرچم هستم و خوش اومدید به اعترافات سمی شما. توی اینستاگرام یه استوری گذاشته بودم، یه متن گذاشته بودم که بچه هر اعترافی دارید فکر میکنید اعتراف سوتی خاطره است یا یک اتفاقی که پیش اومده واسهتون، خب و تا حالا با هیچ کسی در میون نذاشتی، با هیچ کسی در موردش حرف نزدی و برام بیاین توی لینک ناشناسی که میذارم بیاین اعتراف کنید. دمتون گرم بابت این همه استقبال. خوشتون اومد لایک کنید و کامنت بذارید و چنل رو اگه سابسکرایب نکردید چنل رو سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن. بدون هیچ معطلی میریم سراغ ویدیو. برو بریم. من و دوست دخترم میبینیم واسه هم دیگه، به طوری که عشقمون تو کل فامیل و خانواده و دوست و آشنا زبون زد است. آفرین. اما کسی نمیدونه که تیریسام هم زدیم. لعنتی، تو کی هستی لعنتی؟ من که نمیدونم چیه. با یکی از مراقبای امتحاناتمون رفیق شدم و به کمک اون تمام امتحانات رو با تقلب پاس کردم. اگه این اتفاق نمی افتاد قطعا تحت تاثیر میکردم. حالا شروع نکردیم، دوتا اولی ها سمی بودن. خوب شد لینک ناشناس بود، اومدین اعتراف کردین. خیلی راحت اومدین گفتین تمام اعترافات کثیفتون رو اومدین گفتین. یه عالمه از روغن ریختم روی زمین، نصف شب نشستم تمیزش کردم. در حال حاضر روغن رو تو اتاقم قایم کردم و مامانم بنده بی خبر از هر گونه روغن ریزی است. بالاخره که یه روزی میفهمه، مگه میشه مادر نفهمن؟ چجوری تمیز کردی؟ لعنتی، فکر کنم نصف شب ریختی کف زمین. امیدوارم که نفهمه و اگرم فهمید کاری باهات نداشته باشه و زنده باشی بتونی ویدیوم ببینی. کسی که دوستش دارم و نمیدونم اون منو دوست داره یا نه، اونم 100% تو دوست داره. تو باید با رفتارت و کاراش بهش بفهمونی که دوستش داری و تو هم بفهمی که اون تو رو دوست داره یا نه. حسام هستم، کارشناس روابط ها و روابط های. امیدوارم که اونم تو دوست داشته باشه. وای چه سخنرانی، حس میکنم مسیر زندگیم تغییر. از جیب بابام 100 تومن پول برداشتم. چرا این کار کردی؟ چرا؟ حتما یه روز یه فرصت خوب بهش بگو. بچه دزدی کار خیلی بدی، دزدی نکن. چی میگی؟ حتما بهش بگو. باشه؟ آفرین. نمیدونم پسری یا دختر، ولی بهش بگو. اگه دختر باشه که کاری باهات نره، اگه پسر باشه حالا یه پس گردنی و حالا یه چک و حالا آخرش هم شاید کارتون خواه. با یه رفیقم چقدر خلافتون سنگینه بچه‌ها، چقدر خلافتون سنگینه. پشمام ریخته همین الان. 3 تا تسبیح پدر بزرگم وقتی بچه بودم پاره کردم، ولی همه فکر کردن پسرمون پاره کرده و من بی تقصیر شدم. احتمالاً توی دختری از پسرم بودم بد باش لجی و میخواستی میندازی گردنمون که اونو مقصر بدونی و تا هم هار بشینی بخندی. پسرموی عزیزش، اگه این ویدیو رو میبینی بدون که کار این بوده و انداخته گردن تو، حتما تلافی کن، حتما. اوکی. آخه لعنتی این چی بود؟ بریم بعدی. ما رو که امروز سمی کردین، بریم بعدی ها رو بخونیم بریم تا آخر سمی میشیم یا نه. من رود کراش دارم. خدا بمیرم برات. بچه‌ها بالاخره دوران سینگلی تموم شد. خدایا شکرت ای خدا. یکی رو من کراش داره، یکی از من خوشش میاد. خدایا شکرت ای خدا. من همینجا برنامه رو تموم میکنم، بقیه رو لازم نیست بخونم، من باید برم، زودتر باید برم. من اومدم. ولی من جوابم منفیه، چون میخوام درسم رو ادامه بدم. من مومو هستم. منم امتحانات رو ریدم. کی نمیرینه؟
هیچکی نمیرینه. بهت تبریک میگم، تو یه آفتابه نیاز داشتی که با خود سر جلسه امتحان ببری. آبم قطع بود. تبریک میگم بهت. همه امتحاناتو ریدن. تو هم روش نگران نباش، تو تنها نیستی، ما کنارت هستیم. خیلی وقت دیگه واسه هیچ کس دلم تنگ نمیشه. یه خورده این متنش دف بود. امیدوارم که درست بشه. نگران نباش، درست بشه. سر کلاس زیست داشتیم آزمایش انجام میدادیم. دبیر خاک و ریخ روش. کجا ریخت؟ میخواستم بگم خانم ریختین، هول شدم. گفتم خانم ریدین. هنوزم درس میخونی یا ترک تحصیل کردی؟ اخراج نشدی؟ الان بهم بگو که وضعیت درسی چطوره؟ ادامه میدی یا اخراج شدی؟ احساس میکنم فقط به خاطر اینکه سر قرار رفتن برام سخته رل نمیشم با هیچکی. فکر میکنم خیلی تنبلم. تو تنبل نیستی. تو اینجا جاش نیست من بهت بگم. لعنتی این دیگه چیه به خاطرش تو تنبلی؟ دیگه تنبل ترین آدم دنیا هم به خاطر این قضیه پا میشه میره سر قرار. تو دیگه چی هستی لعنتی؟ اعتراف میکنم نصف اوقاتی که میگم فدا سرت تو دلم بهت فوش میدم. الان منظورش با من بود؟ آها منظورش با بقیه بود. میگم به بقیه میگم فدا سرتون، تو دلم دارم به اونا فوش میدم. امیدوارم اینجوری باشه. با من نباشه. آره دیگه اونجوریه. اشتباه تایپی بوده ببخشید. این آدم عوضی دروغو هر کی هست پیداش کنید. چه این اعترافی کرده گفته آره جلوی شما خوبم، پشت سرتون بهتون فوش میدم. اینو پیداش کنید و حتما تلافی کنید. چشم. بچه که بودم یکی از فانتزیام این بود شوهر که کردم هر وقت رفتم دستشویی شوهرم بیاد منو بشوره. هر موقع اون رفت من بشورم. چه تبادلی. کثیف. نجس. یاد اون کلیپ افتادم. جواد خواجوی میگه مامان بیا منو بشور. اگر حال میکنید با هر کدوم از این اعترافات حتما تو کامنت بنویسید و اینکه اگه تا اینجای ویدیو حال کردین لایک هم بزنید. من برم بقیه‌اش هم بخونم. با پیج فیک اونم پسر تو اینستا مخ چند تا از رفیقامو زدم. این فکر کنم دختر بود. این که 100% دختر بود. امیدوارم دوستات این ویدیو ندیده باشن چون بعدش میفهمند که کی بودی و چی بودی. برات اینجا آرزوی خوشبختی میکنم که هیچ وقت نفهمن. بعد اینکه کارت خیلی کار ولی بود، هیچ وقت رو رفیقات این کار انجام نده. مخواست امتحانش کنی ببینه حولن یا نه. الان دیگه شاید فهمیده باشن دیگه اصلا کلا. ولی بد نبود واسه تفریح خوب بود. لعنتیا چه اعترافاتی. بچه که بودم میخواستم برم دستشویی تلویزیون رو خاموش میکردم تا کارتون تموم نشه. چیکار کنیم دیگه؟ فانتزی بچگونه است دیگه. ما هم اینجوری فکر می‌کردم. منم فکر می‌کردم کسی که تو تلویزیونه اگه تلویزیون بهش کنم میاد بیرون. یادم بچه بودم وقتی تو شلوارم جیش میکردم خودم باد میزدم تا سریع خوش بشه کسی نفهمه. اوه الان چه حسی داری؟ الان وقتی به این فکر میکنی چه حسی داری؟ کلاس دوم راهنمایی به جای خودآزمایی گفتم من دیگه حرفی ندارم. امیدوارم که هیچ اتفاقی واسط نیفته باشه تو کلاس و درس تو ادامه داده باشی. داشتم با پسر خالم کشی میگرفتم جلوی کل فامیل. اشتباهی دست انداختم شورتشو کشیدم پایین. پسر خاله جان میدونم اون لحظه از خجالت خیلی آب شد. چیکار کنیم؟ بچه هستی. سر کلاس یکی از رفیقام پرسید میخوری؟ منم حواسم نبود. گفتم صرف شده. جان صرف شده. من نمیفهمم. ممنون. بعدش کلاس رفت رو هوا. دختر بود میدونم. پسر بود معلوم نیست. شاید پسر بود. داشتم تو اینستا میچرخیدم یه کلیپ اومد فیلم بود. زن باردار بود داشت ناله میکرد. همه چپ چپ نگاه کردن. خب هر کی باشه فکر بد میکنه دیگه. تو وقتی صدا رو داری داره ناله میکنه ولی تصویری نداری 1000 جور فکر میکنی. هی اعتراف بعدی. از دوست دخترم خوشم میاد. از دوست دخترم خوشم میاد. یه دوستم که دوست داره دوست بشه، دوست داره که دوست داره دوست بشه. ای بابا این چیه؟ از دوست دختر یعنی بارلت یه دوست داره که از دوست
سریعتر این بازی مسخره رو تمامش کن. امیدوارم که این کلیم اینقدر دست به دست بچرخه تا به دوست دخترت برسه و تو رو جر بده. خب بچه این کارو هرگز نکنید. حالا امیدوارم که آدم شدی و در این کلیپ رو میبینی و داره به کار بدت فکر میکنی، ولی هرگز این کارو نکن. باشه؟ من ازت متنفرم. لعنتی داشت ویدیو تموم بشه دیگه به درد نمیخوره. دیگه این دنیا به درد نمیخوره. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی و مرسی که وقت گذاشتید. اونایی که اومدین اعترافتون رو توی ناشناس واسم نوشتید، دمتون گرم. اگه با چنین محتوایی حال میکنید حتما توی کامنت ها بنویسید و اینکه پیج اینستاگرامم دنبال کنید که اونجا خبرشو میذارم که برید اعتراف کنید. مثل همیشه اگه خوشت اومد حتما لایکو بزن، یه کامنت هم بذار و اینکه اگه چنل سابسکرایب نکردی حتما چنل سابسکرایب کن، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو گذاشتم پیغامش برات بیاد. با یه ویدیو سمی دیگه میبینید منو، منم که نمیبینم شما رو ولی احساس میکنم شما رو میبینم. این دلگرمی میده توی کامنت ها واسم. پیس.